وایسا گرفتم تکون نخور. اگه بزنی بعدی میدم بچه های بالا لیلیلی. یه سوال برام پیش اومده، این آمریکا برای رفاه حال مردم میخواد به ما حمله کنه، چرا به جای حمله و این لشکر کشیشون و اینا چرا تحریما رو بر نمیداره که حداقل مثل زمان خاتمی مردم راحت باشن؟ دلیلش چیه؟ ای شیطون نگو که برای نفته، نگو برای این که ما نفتا رو به چین میفروشیمه، مردم بهونه کردی. ای شیطون نگو که میخوای بعد برنامه بلند مدتتون اینه که میخوای روسیه و چین رو به زانو در بیارید، مردم ایران رو بهونه کردید، مسخره خودتون کردید، یه مش ساده هم افتادن پشتتون. ای شیطون. حالا بزن بعدی، کاری باید ندارم. خداحافظ.